سلام، من نیلوفرم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من یه مدتیه که دنبال اینم، برام جالب شده که متوجه بشم که کلا خلاقیت که راجبش این روزا خیلی زیاد میشنویم چی هست، چطوری میشه اینو تو خودمون پرورش بدیم و آیا چیزی هستش که هر کسی میتونه بهش دسترسی پیدا کنه یا یه موضوع ژنتیکی که واقعا بعضیا به صورت ژنتیکی توش بهترن. تو این جستجویی که داشتم میکردم که راجب این موضوع بهتر بفهمم، با یکی از اپیزودهای پادکست دکتر هوبرمن که یکی از اعضای دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد هست، اسم پادکستش هست هوبرمن لب، با یکی از اپیزوداش آشنا شدم که راجع به موضوع خلاقیته. پادکست نسبتاً طولانیه ولی من می‌خواستم که به صورت خلاصه موضوعاتی که توش صحبت می‌کنه رو توی این ویدیو توضیح بدم. اگه بخوام خلاصه بگم که کلا در مورد چی توی این اپیزود صحبت میکنه، از اینجا شروع میکنه که خلاقیت اصلا چی هست، چطور ما میتونیم خلاق‌تر بشیم و 3 مدار مغزی رو به صورت خیلی ساده توضیح میده که دخیل توی این پروسه خلاقیت. راجع به 2 مدل تفکر صحبت میکنه که ما اگه بتونیم باهاشون آشناتر بشیم، باهاشون راحت تر بشیم، میتونه تو خلاقیت ما تاثیر داشته باشه. و در نهایت 2 مدل مدیتیشن معرفی میکنه و آموزش میده که کمک میکنه اون 2 مدل تفکر رو ما بتونیم تمرین کنیم باهاش. برای تعریف خلاقیت از اینجا شروع میکنه که خلاقیت یعنی ترکیب المان‌های موجود که اون المان میتونه افکار ما باشه، تکنولوژی موجود باشه، نوت موسیقی باشه، سبک نقاشی باشه، هر المانی میتونه باشه، ترکیبی از این المان‌های موجود که 3 ویژگی خاص داشته باشه. یکی اینکه ناول باشه، یعنی جدید و متفاوت باشه. 2 اینکه یک موضوع اساسی رو در رابطه با یا دنیا یا ما آدم‌ها برای ما شفاف بکنه، یه ارتباطی رو تغییر بده، مثلا ارتباط ما با دنیا در یا ارتباط ما با خودمون رو بهتر بکنه، یا مثلا میتونه سرگرم کننده باشه ولی یه هدفی داشته باشه. یعنی اون ترکیب جدید هر ترکیب رندومی از المان‌های موجود نباشه، میتونه باشه ولی لزوما خلاقانه نیست. این تعریفی که از خلاقیت میده. توی مرحله بعدی راجع به این صحبت می‌کنیم ما چطور میتونیم خلاق‌تر باشیم. برای توضیح این موضوع میاد 3 مدار مغزی رو به صورت خیلی ساده توضیح میده که من اسم میبرم ولی واقعا اسمشون مهم نیست، فقط اینکه بدونیم که چیکار میکنن این مدارها تو مغز ما، کار ما رو راه میندازه. مدار اول اکزیکیوتیو نتورک که نتورک مداریه که معمولا تو آدمایی که ADHD دارن دچار اختلال میشه. کار اصلی این مدار کنترل افکار ماست و توی این پروسه خلاقیت به صورت خاص اینکه ما بتونیم افکارمون رو مهار بکنیم یا از بین چند تا گزینه یه گزینه رو انتخاب بکنیم و بقیه رو کنار بذاریم، یا از بین همه چیزهایی که میتونیم بهش فکر بکنیم یه سری رو بذاریم کنار و بهشون فکر نکنیم. مدار دوم که اسمش دیفالت مود نتورک هستش، پروسه‌ای که تو مغز ما اتفاق میفته وقتی که ما چشمامون رو بستیم و سعی میکنیم از همه محرکای بیرونی خودمون رو یه جورایی جدا بکنیم و اون افکاری که تو ذهن ما میاد، اون چیزی که ما وقتی چشممون رو میبندیم داریم بهش فکر میکنیم، اون جریان فکر، اون جریان احساساتی که میاد تو ذهن ما، هر چیزی که جدا از دنیای بیرون هستش مرتبط با این مداره. و یه جورایی اینجوری توضیح میده که ما انگار توی مغزمون یه کتابخونه ای از افکار و تجربیات گذشته، احساساتی که تجربهشون کردیم داریم و این کمک میکنه به پروسه ایمیجینیشن یا تخیل کردن که ما اینا رو میاریم کنار هم میذاریم، ترکیبای جدید باهاشون ایجاد میشه تو ذهن ما. اون مداری که باعث ایجاد این پروسه میشه رو بهش میگن دیفالت مود نتورک. که یه جورایی اگه بخوایم توی پروسه خلاقیت بهش نگاه کنیم، مرحله‌ای که ما ایده پردازی میکنیم، چیزای مختلفی که آلردی تو ذهنمون هستش رو به روش‌های مختلف به هم دیگه ربط میدیم و ترکیب میکنیم. مدار سومم که اسمش سیلینس نتورک، مداریه که کمک میکنه که ما در هر لحظه روی جذابترین موضوع تمرکز بکنیم، روی جذابترین فکر، جذابترین احساسی که اون لحظه داریم تجربه میکنیم. حالا اگه این 3 رو بخوایم بذاریم کنار هم، در واقع کاری که مدار سوم میکنه اینه که اگه بخوایم یه نگاه اجمالی دوباره به مدارهای دیگه بندازیم، مدار دوم کارش این بود که بیشتر توی مرحله ایده پردازی و تخیل و ترکیب افکار و احساسات و تجربه هایی که ما آلردی تو ذهنمون هستش، توی اون مرحله به ما کمک میکرد که ایده های مختلف به ذهنمون برسه. مدار اول کارش این بود که از بین ایده های مختلف، گزینه های مختلفی که ما پیش رومون داریم بتونیم یه تعدادی رو کنار بذاریم. و مدار سوم اینجا به کار ما میاد که بتونیم روی اون موضوع خاص، اون ایده خاص که اون لحظه برای ما جذاب ترینه تمرکز بکنیم. توی مرحله بعد وقتی مدارهای مغزی رو
توضیح میده، اون دو مدل تفکری که اول ویدیو اسم بردم میاد معرفی میکنه که مدل تفکر اول مدل دایورجنت یا واگراه، مدل دوم مدل کانورجنت یا همگراه. مدل دایورجنت توی اون مرحله‌ای از خلاقیت و پروسه خلاقیت به ما کمک میکنه که ما احتیاج به ایده پردازی داریم و کاری که میکنیم اینه که یه موضوعی رو، یه جسم خاصی رو مثل یه مداد، مثالی که تو خود پادکست میزنه، انتخاب میکنیم و هر چیزی که تو ذهن ما میرسه که میتونه ذره‌ای مرتبط به مداد باشه رو بهش فکر میکنیم. یعنی ما یه موضوع مشخصی رو انتخاب میکنیم مثل مداد و میایم هر چیز متفاوتی که به هر طریقی میتونه تو ذهن ما مرتبط بشه به اون مداد رو بهش فکر میکنیم. مثلا میتونه رنگ مداد باشه، جنس مداد باشه، میتونه ما رو یاد امتحان بندازه، بعد وقتی به امتحان فکر میکنیم به روز امتحان فکر بکنیم. همینجوری میتونه به صورت زنجیره‌ای ما رو جایی ببره. یا بعضی وقتا میتونه مثلا مداد تو ذهن منو یاد یه حیوان خاص بندازه، مثلا منو یاد خرس بندازه. این اوکیه، ولی توی پروسه خلاقیت اگر ارتباطی باشه که فقط به ذهن من میاد، یعنی ارتباطش اونقدر واضح نباشه، خیلی توی تولید اون ایده خلاقانه‌ای که اون سه تا ویژگی رو داشته باشه به ما کمک نمی‌کنه. به خاطر اینکه یکی از ویژگی‌های یک ایده خلاقانه اینه که آدمای دیگه هم بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. اگر چیزی باشه که ناول باشه، جدید و متفاوت باشه، ولی موضوعی رو شفاف نکنه و در واقع اصلا اون ارتباطش کسی دیگه نگیره، تو این پروسه به ما کمکی نمی‌کنه. مدل دوم تفکری که راجبش صحبت می‌کنه مدل همگرایه که همونطور که از اسمش پیداست برعکس، یه جوری برعکس تفکر واگراه. و توی این طرز تفکر جوری که ما میتونیم تمرینش بکنیم اینه که مثلا سه تا کلمه به ظاهر بی ربط به هم رو توی اپیزود مثال میزنه، مثل موتور، بال و آب، و ما به این فکر کنیم که چطور این سه تا کلمه به نسبت بی ربط رو میشه به هم دیگه ربط داد. و میگه که مثلا میتونه جایی که به هم دیگه میرسن این باشه که هواپیمایی که روی آب فرود میاد. هر سه تا المان رو داره ولی خیلی خوب واضح نیست. لزوما ما اسم موتور رو نمیاریم ولی ارتباطش رو میتونیم به هم دیگه درک بکنیم. راجع به این صحبت میکنه که اگه ما بیایم یه جوری اینا رو به هم ربط بدیم که مثل مورد قبل فقط به ذهن خودمون برسه و هیچ مفهومی نداشته باشه، مثلا پرنده‌ای که یک موتور رو قورت داده و روی آب نشسته، این همگرا بوده ولی ما رو به هدفمون که اون تفکر خلاقانه است، اون پروسه خلاقانه است نمیرسونه. و میگه که پایه‌های اساسی این طرز تفکر به شیوه همگرا اون استمرار ما و تمرکزمونه. یعنی یه جورایی ما توی تفکر واگرا میایم ایده پردازی میکنیم، از این موضوع خاص سعی میکنیم که شاخه بدیم به موضوعها و ایده های دیگه برسیم، ولی توی تفکر همگرا ما سعی میکنیم ایده ها رو به هم دیگه ارتباط بدیم، یه جورایی جمع‌بندیشون بکنیم و بتونیم تست بکنیم اون ایده هایی که خلق شدن. پس این پروسه خلاقیت رفت و برگشت بین این دو مدل تفکر. و در نهایت دو مدل مدیتیشن معرفی میکنه برای اینکه بتونیم تفکر همگرا و واگرا رو بتونیم توی مغزمون پرورش بدیم و مدارهاش رو جوری تمرین بدیم. مدیتیشن اول اوپن مانیتورینگ مدیتیشنه که توی اون روش ما حالا یا نشسته یا خوابیده چشامون بسته است و در واقع کل هدف این مدیتیشن اینه که هر فکری، هر احساسی که ما بالا میاد تو ذهنمون رو به صورت یه جریانی ببینیم و بدون هیچ قضاوتی بذاریم رد بشه و به فکر بعدی، به تجربه و اون احساس بعدی برسه، که این اون تفکر واگرا که ما از یک موضوع به موضوعهای دیگه شاخه‌دار میرسیدیم رو تقویت میکنه. مدل دوم مدیتیشن که به تفکر همگرا کمک میکنه فوکس اتنشن مدیتیشن. توی این مدل حالا میتونه چشممون بسته باشه مثل مدیتیشن های دیگه یا با چشم باز روی یه موضوع خاص، حالا میتونه تنفسمون باشه، روی یه جسم خاص، روی قسمتی از بدن خودمون تمرکز کنیم، یا اگه چشممون بازه روی یه جسمی که حالا روی دیواره یا هر چیز خارجی میتونیم تمرکز کنیم. و هدف این مدیتیشن همون تمرکز و استمراریه که ما توی تفکر همگرا لازم داریم. در انتهای اپیزودم راجع به دوپامین صحبت میکنه و اینکه چه تأثیری روی هر دو مدل تفکر داره. اگه بیشتر دوست داشتید بدونید پیشنهاد میکنم که حتما اپیزودو کامل گوش بدید، خیلی توضیحات خوب و مفیدی داره توی اپیزودش. پس اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، اولش ما شروع کردیم که خلاقیت چی هست، چطور ما میتونیم خلاق‌تر باشیم. 3 تا مدار مغزی رو راجعش صحبت کردیم که میتونه به این پروسه خلاقیت کمک بکنه، به ایده پردازی و انتخاب ایده هایی که میتونه تست بشه و به یه ایده پروریده شده برسه صحبت کردیم. و در نهایت با 2 مدل تفکر آشنا شدیم، همگرا و واگرا، که رفت و برگشت بین این 2 مدل تفکر میتونه به خلق ایده و تست کردنشون به ما کمک کنه.
میکنه. و راجع به 2 تا مدیتیشن صحبت کردیم که بتونه به هر کدوم از این طرز تفکرها به ما کمک بکنه که چطور تمرینشون بکنیم که بتونیم خلاق‌تر بشیم. برای این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید کانال حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی هم براتون بیاد. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.